طبق نتایج تحقیقات ظاهرا مصرف دوزهای بالای آنتی اکسیدان‌ها در حوالی تمرین روی رشد عضله تاثیر منفی میذاره. پس بهتره که قبل، حین و بعد تمرین مصرف نشه. همونطوری که میدونید تمرین باعث افزایش استرس اکسیداتیو میشه که این هم میتونه روی عضله سازی تاثیر مثبت داشته باشه، اما ما با مصرف آنتی اکسیدان ها داریم توی این روند اختلال ایجاد میکنیم. مصرف آنتی اکسیدان ها حوالی تمرین یا باعث کاهش کارایی تمرین و جلوگیری از سازگاری عضلات با تمرین میشن یا هیچ تأثیری در عملکرد ندارن. همچنین ممکنه ریکاوری رو به تأخیر بندازن. البته ناگفته نمونه آنتی اکسیدان ها به خودی خود چیز بدی نیستن و اتفاقا خیلی هم خوب و ضروری هستن، اما طبق جمع‌بندی که از نتایج تحقیقات میشه به دست آورد، مصرف اونا حوالی تمرین معایبش بیشتر از مزایاشه. پس توصیه میشه که برای ورزشکاران به خصوص بدنسازان حوالی تمرین مصرف نشه. این پاتو ذخیره کن، برای دوستاتم بفرست تا اونا مطلع بشن.